اسماعیل آقا یا سمتقو یا سمتکو راهزنی بیرحم، بازیگری هوشیار و جنگجویی بیباک بود. پدرش محمد آقا بعد از شورش دستگیر شد و در زندان تبریز درگذشت. برادرش جعفر آقا در دوره مظفرالدین شاه به اشاره نظام السلطنه والی تبریز و به تیر زرقام قرداغی از پای درآمد. سمتقو، جدش، پدرش و برادرانش دائم در حال آشوب و تمرد بودند. خود او در جنگ جهانی اول پیش قراول روس‌ها بود. سمتقو ماجراجویی‌های خود را انتقامگیری از مرگ پدر و برادر خود وانمود کرد. برخی از اقدامات سمتقو به بهانه انتقامگیری پدر و برادرش: قتل عام زن و بچه ارمنی‌های وان در 22 فروردین 1297 در دهنه قطور، همپیمانی با روس، انگلیس و آمریکا علیه ملت ایران، نابودی چندین خاندان اصیل کرد برای همیشه، قتل و غارت بسیاری از آذری‌ها، ترور مارشیمون به دست سمتقو سبب قتل لااقل 45,000 نفر مسلمان و کرد به دست مسیحیان، نابودی لک‌های سلماس. لکستان یکی از بخش‌های شهر سلماس می باشد. در این زمان اهالی لکستان که به شجاعت و دلیری معروفند در حدود 9,000 تن در 2 دیه بزرگ به نام سلطان احمد و قرقشلاق جمع شدند که 340 تن از آنها مسلح بودند. سواران سمتقو که شامل سربازهای فراری عثمانی هم بودند، ابتدا به دیه سلطان احمد حمله کرده و با وجود اینکه اهالی خوب دفاع کردند نتوانستند در مقابل سواران سمتقو که توپخانه و مسلسل داشتند و تعداد آنها خیلی بیشتر بود مقاومت نمایند و البته 80 نفر از توپچی‌های عثمانی به سمتقو کمک می‌کردند. اهالی به اجبار سمت دیه قرقشلاق فرار کردند و قریه را به دست سواران سمتقو سپردند. آنها پس از تاراج و ویران کردن آنجا به قریه قرقشلاق حمله کردند. در اینجا نیز مقاومت بسیار شدید صورت گرفت، اما در نیمه دوم آذر ماه آنجا نیز به دست سمتقو افتاد. تعداد تلفات را در جنگ 2000 نفر مرد و زن علاوه بر 1500 نفر در راه از آسیب ترس و سرما تخمین زدند. خبر فاجعه لکستان در سراسر ایران پیچید. با اشک و خون در روزنامه‌های تهران نقش بست و دلها را خون کرد. و در این زمان نیمتاج سلماسی فرزند مسعود دیوان یا یوسف لکستانی شعر معروفی در وصف این فاجعه سرود: بس خواهران به خط سلماس تا کنون، خون برادران همه سرخاب رو کنند. و اما کشته شدن خالو قربان هرسینی. خالو قربان چریک دولتی برای جلوگیری از قتل و غارت‌های خونین سمتقو به منطقه اعزام شد، اما در تپه‌های ایندرقاچ مقابل جاده بوکان و اشنویه توسط سید طاها و نیروهایش که از یاران سمتقو بودند کشته شد.